سلام خدمت دوستان عزیز. با آموزش نرم افزار محاسباتی جرثقیل دوپل دابل گیردر در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از اینکه نرم افزار رو نصب میکنین و اجرا میکنین، این فرم ورود به نرم افزار بالا میاد که باید نام کاربری و رمز عبور رو که دریافت کردید وارد کنید. ما اینو وارد میکنیم. نرم افزار از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. سمت چپ نرم افزار در واقع ورودی داده‌های ما هست که جنرال دیتا، ترولی هویست، مین گیردر، اند کریج و موتور دیتا. این داده ها رو که وارد می‌کنید، در قسمت بالا چک لیست در واقع محاسبات لحظه‌ای که وارد کردین رو و تغییر میدین به صورت لحظه‌ای به شما نشون میده که کدوم پارامتر رو باید تغییر بدین تا بتونید اینا به صورت اوکی و نو که نمایش داده میشه اینا رو اصلاح کنید. در سمت راست قسمت کلکولیت و محاسبات و تحلیل رو واسه هر بخش به صورت ریزتر و دیتیل کاملتر به شما نشون داده میشه. قسمت ریپورت پی دی اف شما میتونین که گزارش هایی رو از هر بخش که لازم دارین کلیک کنین و به صورت پی دی اف به شما گزارش نرم افزار رو به شما میده. برای مثال فول ریپورت فور ویل که مربوط به ریپورت کامل برای یک جرثقیل 4 چرخ، دومی برای یک گذاشت شده یک جرثقیل 8 چرخ، ویلودهای 4 چرخ، ویلودهای 8 چرخ و در واقع دوباره یک گزارش کامل مربوط به 4 چرخ و با در واقع فریم پروفیل واسه یک کلگی به صورت 4 چرخ و 8 چرخ. از مزایایی که این نرم افزار داره به صورت لحظه‌ای شما میتونین نتایج رو ببینین، دقت محاسبات شما رو بسیار افزایش میده و هزینه که برای محاسبات در نظر گرفتین به شدت کاهش پیدا میکنه. این نرم افزار همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت میتونین که اند کریجتون رو به صورت پروفیل یا در واقع باکس ولدینگ انتخاب کنین از اینجا و شاید یک زمانی هست واسه جرثقیلایی که با توناژ پایین هستن در واقع پیمانکار که بتونه از مثلا پروفیل آماده استفاده کنه واسه ساخت کلگی های جرثقیل با یه شرایط خاصی هم و برای توناژهای بالا از باکس ولدینگ استفاده کنه. هر دو محاسبات در این نرم افزار گنجونده شده. قسمت بعدی که بهتون آموزش بدم اینه که این نرم افزار تقریبا این 3 ساله که یعنی تهیه شده و هر ماه و هر سال آپدیت میشه و ما اینجا اول با استاندارد CMAA شروع کردیم و استانداردهای دیگه به این نرم افزار اضافه شده، CMAA، FEM، ایزو و استاندارد اروپا و در آینده میخوایم که استانداردهای استرالیا و هند رو هم به این نرم افزار اضافه کنیم. قسمت صفحه هوم نرم افزار که به هر صفحه‌ای که رفتین، مثلا اینجا یا هر صفحه‌ای که دیگه رفتین، با انتخاب این گزینه هوم شما دوباره به صفحه اصلی برمیگردید. قسمت اول دیتیل پروژه هست. مثلا شما میخواین برای یه شرکت این محاسبات رو انجام بدید. ما اینو پاک میکنیم و اسم یه شرکت رو که دوست دارین، هر شرکتی که
مد نظرتون هست میتونین وارد کنید. مثلا شرکت مثلا پاسکو، اینو با حرف بزرگ بنویسین بهتره. و اسم پروژه مینویسین، مثلا پروژه هر چیزی که هست، مثلا بیلت. و تگ پروژه رو مینویسین، مثلا CM II که رویژن چندم این نرم افزار هست. مثلا شما اولین باره که داری ماسود انجام میدین یا میتونید اینجا انتخاب کنید رویژن A، رویژن B، رویژن C و الی آخر. اینجا هم به صورت در واقع یه آیدی کد به شما میده که با ترکیب این داده ها یه دونه کد این دفترچه محاسبات به شما میده که هر جا که بتونید بعدا فایل PDF گزارش میگیریم با این اسم بتونید سرچ کنید و در واقع این محاسبات رو، فایلش رو پیدا کنید. یه شناسه هست واسه این مدرک. در قسمت پایینم تکنیکال دیتا برای در واقع کارفرما و شرکت در بنا اقتصاد. شما اینجا میتونید با انتخاب هر کدوم از اینا یک تکنیکال دیتا به شما میده که میتونید به کارفرماتون ارائه بدیم. برای مثلا ما روی چهارچرخ کلیک میکنیم، در واقع ببینید یک گزارش به صورت PDF به شما میده که اینجا تگش هست، اینجا همون کد که منظور ما هست، میگه واسه چه دمایی بوده، دمای کاریشو میگه، مشخصات میشه چند تن، ارتفاع بالابری چیه و الی آخر. خب اما برای شروع ما به تب جنرال دیتا میریم و اینجا باید داده هامون رو به نرم افزار وارد کنیم. برای مثال ما یه جرثقیل 10 تن داریم با اسپن 32 متر. ما اینو مثلا میکنیم 20 متر، ببخشید 20 تن. و ببینید در جا اینا چک لیست رو به صورت اوکینو نمایش میده و میگه اینا الان باید اصلاح بشه و غیر قابل قبوله. الان اینو بکنم 10، دوباره ببین به شما یه همیشه اوکیه با این شرایط. ما میگه 20 تن، برای مثال 25 متر اسپن داریم. داینامیک فاکتورمون رو وارد میکنیم بر اساس اطلاعاتمون و گروه کاری که چه گروه کاری هست. ما با استفاده شرایط جرثقیلمون، نحوه عملکرد روزانه‌اش و تعداد باری که بلند میکنه میتونیم به کارفرماتون بگین که این چه گروه کاری، یا خودشون بهتون میگن و یا تو قرارداد تعیین میشه که چه گروه کاری هست. شما مثلا گروه کاری M5 و هرچی این گروه کاری بالاتر بره در واقع عملکردش در طول روز بیشتر میشه و باید خیلی دقیق تر محاسبه بشه. ما M5 انتخاب میکنیم و دوم بعدی در واقع ارتفاع بالابری هست. ما مثلا 5 متر انتخاب میکنیم. اینا S1 و S2 در واقع اپروچ های کناری ما هستند، یعنی میگیم که بالابر ما از هر طرف در واقع توی کجا، تو چه لوکیشنی این بار رو بلند میکنه. مثلا توی S1 و S2 که اینا ماکسیموم و مینیموم مقدار رو توی در واقع لوکیشن کناری سالنمون باید وارد کنیم که این تأثیر بسزایی روی مقدار ویلود ما داره که باید حتما مشخص کنیم. مثل ما اینو الان 2500 میزنیم و این یکی رو 2. اینجا میگه که در واقع لیمیت دیفلکشن گیردرمون که به چه صورت هست. توی استانداردهای مختلف اینا مقدارهای متفاوتی داره. CMW یه چیز میگه، FEM یه چیز میگه و یا اصلا به صورت توافقی با کارفرما هست که میگن
ال1000 ال500 ال700. اما اصولا چیزی هست ال800 میگیرن، ال750 واسه FEM و ال1000 معمول تره. ما همینو میذاریم. ال چیه؟ ال همون اسپن ما هست که اسپن تقسیم بر 1000 کنی، باید اون مقدارش دیفلکشن ما به حالتی که بارگذاری میشه باید کمتر از این مقدار بشه. تو قسمت بعدی در واقع متریالی که استفاده میکنیم واسه سازمون اینجا مشخص میکنیم که سی37 باشه، سی44 باشه، سی52 باشه و الی آخر که در آینده بر متریال دیگه هم به نرم افزار اضافه میشه. سیفتی فاکتورمون رو روی چند قرار میدیم؟ نه چیزیه که شما خودتون مشخص میکنیم. قسمت بعدی وزن تجهیزات دیگه هست، مثلا میگه PS پاور سپلایش هست که چه وزنی رو داره، بررسان ارزیمون. دومی در واقع وزن اتاق برق یا وزن تابلو برقامون هست که تو بعضی شرایط خصوصا در صنایع فولاد از اتاق برق استفاده میکنن. این اتاق دوباره ممکنه تجهیزاتی داخلش باشه، میبینی خیلی فراتر از 500 کیلو، 1 تن، حتی بعضی موقع تا 4-5 تن وزن میبره و اینا رو حتما باید دقیق وارد کنیم. بعدیش سرویس پلتفرم هست که موقعی که طراحی میکنیم یا وزن سرویس پلتفرم اینقدر میشه و وارد کنیم، یا احیانا کابین داره و وزن کابین رو وارد کنیم. اگه خارج از این موارد پارامتر دیگه به عنوان تجهیزات در نظر گرفته بودیم واسه که به عنوان بار مورد میخواستیم استفاده کنیم، اینجا نبود، میتونیم روی یکی از اینها اینو اضافه کنیم. مثلا این 1000 این تجهیزی هم که داریم تو اینا نیست، اونم 500 کیلو، اینو بکنیم مثلا 1500 به این صورت. وقتی که این داده ها رو وارد کردیم، مرحله بعدی ترولی هویس هست که باید داده های ترولی رو وارد کنیم. مثلا شما میخواین یه ترولی هویست 4 چرخ میخواین، 6 چرخ میخواین یا 8 چرخ، حالا میتونید اینجا تست کنید که کدومش جواب میده و اگه از قبل تعیین شده بود که میزنید، اگه نه که خودتون با تغییر اینا میتونید این پارامتر رو تغییر بدید. این یکی در واقع ویل بیس ما هست که وارد میکنیم. بعدی اینجا اشتباه نوشته شده که اینجا باید بشه ویل بیس ما که اصلاح میشه. قسمت بعدی قطر چرخ ترولیمون هست که اینجا میتونیم چرخهای مختلف رو وارد کنیم که چرخ 200 میخوایم، 250 میخوایم، 300 و 500 میخوایم و الی آخر که تغییر میدیم. قسمت بعدی ترولی اسپید هست که سرعت در واقع کالسکه ارزیمون رو میگه با چه سرعتی باید حرکت کنیم. اینا خیلی تاثیرگذاره روی انتخاب سایز ریل ارزی و قطر چرخمون و اینا حتما باید به درستی انتخاب بشه. و همچنین گروه کاری، اینا پارامترهایی هستن که بسیار تاثیرگذار هست. وزن تروریمون رو که چند تونه، مثلا 1000 تونه، ببخشید 1000 کیلوه، 2 تونه، ارزم بگم 5 تونه، اینا دیگه یا چیزی که خودتون میسازین بالا برتون رو یا از جایی خریداری میکنین، این وزنش رو باید به درستی وارد کنید. اینم سرعت بالاوریتون هست. قسمت بعدی سایز ریلتون هست و ببینید من الان اینو که کردم 40°، اتوماتیک میگه با این سرعت، با این گروه کاری، با این توناژ، با این وزن تروری و با این قطر چرخ 40° جواب نمیده. شما با این پارامتر تغییر بدین 50° و میبینی جواب میده. تو یه حرکت که اگه این نبود، شما باید دوباره این فرمولا رو یادداشت کنین، محاسبه کنین، ببینین 40% جواب میده یا نمیده. اما با این فقط یه انتخابه که میگیم در جا شما متوجه میشید که 50% با این شرایط با این سرعت جواب میده.
قسمت متریالمون هست، میگه متریالی که واسه یه ریل استفاده میشه بر حسب مگاپاسکال، که این رو حالا توی یه پله میریم جلوتر تو بخش انکریج من اینجا در واقع یه فرم از محاسبات آوردم که مشخص میکنه که هر متریالی، چون اینا رابطه مستقیمی با هم داره، متریالی که واسه چرخ استفاده میکنی و متریالی که واسه ریل استفاده میکنی، اینا رو حتما به برابر هم قرار بدی. اگه استحکام نهایی در واقع چرخ شما بیشتر از 500 مگاپاسکاله، باید مثلا ریلی که انتخاب میکنی 350 باشه یا 600 انتخاب میکنی که بتونه پی المون رو در واقع این ضریبمون رو به درستی وارد کنیم. اگه به جای 700 بیای 350 وارد کنی، ببین نرم افزار به شما ارور میده. به خاطر همین اینجا اگه 510 من اینجا 700 وارد کردم، اگه اینو یه عدد دیگه وارد کنم میبینیم که ارور میده، پس دوباره روی همون 700 قرار میدم. حالا بر اساس نوع ساختتون میتونی اینو تهیه کنیم و متریالی که دارین استفاده میکنیم. ریل گیجتون رو مشخص میکنین که اینجا مشخص شده ریل گیج بالاورتون چنده. درامی که دارین استفاده میکنین چه نوع درامی با چه قطری هست، 320 هست، 268 و هست، و قسمت ریوینگ هست که بالاور شما با چه ریوینگی در میخواد این عمل کرده بالا پایین رو انجام بده، که با 2:1 هست، یعنی 2 تا کابل آویزون میشه و یه دونه درام، یه دونه کابل روی درام قرار میگیره. 4:1، 6:1 همچنان. 4:2 یعنی 4 تا کابل آویزون میشه و 2 تا از این کابلا روی درام قرار میگیره و الی آخر. که در بخش نرم افزار محاسبات بالاور دو پل اینا به صورت کامل آموزش داده میشه. و قسمت بعدی ما انتخاب در واقع هوکی هست که ما انتخاب میکنیم واسه این جرث ثقیلمون رو. اینجا کاملا مشخصه بر اساس استاندارد دین که دین 15041 که میگه سینگل باشه، اینجا مشخص شده به این شکل باشه، به این شکل باشه یا به این شکل. 3 تا شکل هست، شما انتخاب میکنین و میدونین که از چه نوع تیپی باید استفاده کنین و الی آخر. قسمت بعدی مین گیردر ما هست که در واقع مشخصات باکسمون هست که با اینجا داده وارد میکنیم. اینجا یه B1 داریم، یه B داریم. تفاوت B با B1 چیه؟ زمانی که ما از در واقع ریل آتایپ داریم استفاده میکنیم، ناچاریم که عرض بالا رو باید بیشتر در نظر بگیریم، چون خود ریل یه ابعادی داره که یه عرض و ارتفاعی داره که میبینی اگه همینجوری با هم برابر قرار بدیم از بار میزنه بیرون و جایی برای جوش دادن و کلیپ زدن نداره. به خاطر همین ما اینم تو نرم افزار اضافه کردیم که اگه احیانا شما ریل شما آتایی بود و نیاز داشتیم که بالا رو باید قطعا بزرگتر باید در نظر بگیرید، یه جایی باشه که این داده رو وارد کنید. مثلا اینجا ما 600، اینجا ممکنه 750 باشه بر اساس ریلی که انتخاب میکنیم. درسته؟ ما میکنیم نه، حالا 50 درصد انتخاب کردیم، بالا پایین یکی هست. الان میبینین که پارامتر S بر H، یعنی اسپن تقسیم بر ارتفاع جانب بکنی، در واقع یک عدد به شما میده، باید کمتر 25 باشه که میگه اوکیه. حالا شما میتونی اینو کمتر هم بکنید، مثلا 1200 کنی، ببینید هنوز جواب میده واسه این توناژ. اگه بکنید 1100 هنوز این عدد به 25 نرسیده و جواب میده. بکنیم 980 ببینید نه، 980 جواب نمیده. 1 مترش کنم جواب نمیده، مثلا ممکنه 1.50.
به این صورت شما میتونید انتخاب کنون پارامترتون هست. یا ارزی که انتخاب کردی میتونید اصلا بگیم ما 200 میخوام بذارم، این هم 200 باشه. ببین خیلی ها قرمز میتونه جواب نده. شما میتونید پله پله بریم بالا، بعد بکنید 400 مثلا 400، این هم 400. ببینید درست شد. اما اینجا میبینین تنش در واقع پلتون خیلی زیاده بر اساس گروه کاریتون و باید اینو کمترش کنید. پس ناخودآگاه اینو زیاد می‌کنید. اینو می‌کنید 500، اینو می‌کنید 500، مثلا می‌بینید شد 170. اینو می‌کنید 600. می‌تونید با در واقع ضخامت‌هاشون هم بازی کنید. مثلا ما الان اینو بکنم عرض بالا رو، مثلا اینو بکنم 15، اینم بکنم 15، ببینید سبز شد. اما شاید جای نیاز باشه که ما بر اساس دورریزمون و خریدمون و متریالی که داریم نمیخوایم که این ضخامت رو زیاد کنیم. اینو میارم رو همون 10 خودش، اینم 10. اصلا میتونم با این مثلا یه خورده بیشتر، مثلا اینو بکنم 1200. به این صورت میبینی فقط با تغییر این اونا رو دوباره سر جای خود، حتی من با 6 و 10 داریم استفاده میکنم و اینا به درستی انجام شد. اما از این ور در واقع دفلکشنمون، اینا در واقع ایرادای نگارشیه که هنوز نهایی نشده که انشالله اصلاح میشه. دفلکشنمون میبینی زیاده و باید اینو کمش کنیم، باید بکنیم مثلا اینو باید پس اینجا ناچاریم باید دوباره با این اعداد بازی کنیم تا بتونیم به این اعداد برسیم. مثلا این در واقع عرض دیافراگم ارزیمون هست تقسیم بر ضخامت بالامون که باید اوکی بشه. الان تو حالت قبلی مشکل داشت که اینو بکنیم 12، این مشکل هم حل میشه. یا پایین رو یا اینو بکنیم 8، این هم 8 که این دوباره هنوز اصلاح نشده. میتونیم اینو یه پله دیگه ببریم بالا، مثلا 1300 و اینا رو همون شیش خودش بذاریم. چه اتفاقی میفته؟ دوباره داغون میشه و ما این رو همون 8 میذاریم. پس اگه ما 10 و 12 و 8 و 8 قرار بدیم با اینا، این پارامترهایی که مربوط به در واقع گیردر ما هست اصلاح میشه و همشون میبینید سبز هست به این صورت. حالا میریم تو قسمت پارامترهای دیگه که میگه عرض فاصله بین بالا یا بالا پایین با نسبت به جا اینجا مشخص شده C, D, E. اینا رو میتونیم اعداد فاصله‌تون در نظر بگیرید. اصولا واسه یه جرثقیل دو پل از 50 استفاده میکنن. قسمت بعدی که مشخص میشه میگه تعداد استیفنری هست که استفاده میشه واسه این جرثقیل و شما میتونید یه ردیف، اینا میگه ردیف، یک ردیف نبشی، دو ردیف نبشی که هر ردیف شامل 2 لاین نبشی است که اینجا میتونیم مشخص کنیم که یه دونه کافیش هست و با چه سایزی میخوایم استفاده کنیم واسش. و فاصله دیافراگما از همدیگه، فاصله ارزی اینا DS، چون اینجا مشخص کنیم که 1800 باشه، 1600 باشه. اصولا توی ساخت گیردر فاصله بین 1800 تا 2000 در نظر میگیره. هرچی این فاصله کمتر بشه ناخودآگاه تنش جوشتون میره بالا و مشکلاتی واسه شما ایجاد میکنه. اما خب باز بستگی به شرایط داره، بستگی به ورقتون داره. این ورق ممکنه دفرمه بشه و شما مجبورین که با فاصله کمتری بزنین که این ایراد برطرف بشه، یا همین تعداد نبشی که میخواین استفاده میکنین ممکنه ورقی که خریداری میکنین دچار در واقع تاب برداشتن شده باشه و شما مجبورین که اینو که به صورت صاف در بیارین از نبشی استفاده کنین و جلوی این دفرمگی رو بگیرین. قسمت بعدی اینجا ضخامت دیافراگمای ارزی هست که انتخاب میکنیم و نوع سایز جوشی که واسش در نظر گرفته. این بیچی هست
این فاصله دو تا وب از همدیگه هست. این بی فاصله دو، یا به عنوان یا میشه گفت که عرض در واقع دیافراگم هست که اینجا قسمت بالا مشخص شده. تو این قسمت که در ورژن جدید نرم افزار اضافه شده، ما 3 تا حالته که برای طراحی پلمون در نظر میگیریم نشون دادیم. که مثلا این حالت اول دیزاین 1 هست که برای زمانی که شما به در واقع هم محدودیت از سقف دارین، هم محدودیتی که نسبت به در واقع بخش کناری سالنتون دارین که میخواین اینجا شاید یه دو پل باشه و پایین یه دونه هم یه تک پل بخواد این مسیر رو حرکت کنه و به این نقطه برسه. ممکنه این در واقع دیزاین به شما جواب بده که اینجا نوشتیم H1 چی هست که این مقداری که باید وارد کنید. این مقدار نباید از 50% ارتفاع جانمون در واقع کمتر بشه، چون اونجا دیگه اگرم انجام دادی باید یه تحلیل انجام بدین توی نرم افزار شبیه سازی و نقاط حساس رو پیدا کنین و ممکنه این انتهای پلتون رو در واقع ضخامتش رو بیشتر کنین. یا میتونین دیزاین 2 انتخاب کنین که واسه این حالته که معمول تره. اینم به همین شکل بر اساس نوع طراحیتون اینو میتونین تغییر بدین، یا نه اصلا محدودیتی واسه سقف و این ور ندارین و اینو کاملا به صورت یک پارچه و بدون کاتینگ اینو اجراش میکنه. خب مرحله بعد، بخش بعدی در واقع اند کریج هست که شما میتونین که بگین که من از فریم در واقع باکس استفاده میکنم یا پروفیل، که میتونین با انتخاب هر کدوم از اینا ببینید یه خود صبر کنین که جاهایی که باید وارد کنین و وارد نمیکنین به صورت قفل و لاک با شما نشونه. الان من این رو اینا دیگه نمیتونم کلیک کنم و داده‌ای وارد کنم. ببینین مثلا ما مشخص کردیم فقط میتونم روی این 3 تا قسمت وارد کنم. و توجه داشته باشین هر قسمتی که اینا رو دیگه انتخاب میکنین به قسمت هوم باید برگردین و اینو روی در واقع اون نوع باکستون یا پروفیلتون وارد کنین. من دوباره برمیگردم و همین باکس رو وارد میکنم به این صورت. خب اینجا دوباره مثل همون پلمون داده همون رو وارد میکنیم. مثلا من میگه یک کلگی میخوام به ارتفاع 500 به عرض 200، اینم 10 10 10 10 و اینم 15. کمتر از 15 اینو انجام ندین چون جای جوش دیگه نداریم واسه این حالت که بخواین که این لبه رو به فاصله که بتونین و جوش یه تیکه انجام بدین. الان میبینید این دادایی که وارد کردین واسه در واقع ابعاد واسه 8 چرخ اوکیه. تنش ببین تنش واسه 8 چرخ اوکی، اما واسه 4 چرخ رو 4 مشکله. شما باید انتخاب کنید که شما 4 چرخ میخواین یا 8 چرخ. ما واسه این جرس عقیلی که انتخاب کردیم 20 ما میخوایم یه دونه کلیگی 4 چرخ فعلا واسش بذاریم. پس اینا الان اوکی نیست، پس کاری به این 8 چرخ اینجا نداریم دیگه، فقط روی 4 چرخ میایم این کار رو انجام میدیم. که الان واسه این حرکت مثلا اینو باید میتونیم اینو بکنیم 550، این همون 500 میتونیم انجام بدیم. اینی که بکنیم 250، این هم میتونیم مثلا به بالا پایین بکنیم 12، بالا بکنیم 12 و مینی هنوز جواب نمیده و اینو بکنیم 550. به این صورت این مقدار تنش چهارچرخ ما جواب داد. اونم مقدار تنش الان یه دونه که در واقع به صورت 9 هست، ریل سایز ریلی که واسه چهارچرخ در نظری. اینجا هم تو قسمت های بعدی دوباره سرعت رو کاملا توضیح داده شده که خیلی راحت میتونی اینا رو انتخاب کنیم. ما مثلا سرعتی که واسه در نظر گرفتیم، مثلا ما سرعت 40 میخوایم،
40 متر بر دقیقه حرکت کنه. متریالی که هست دوباره مثل همون انتخاب میکنیم، مثل بخش ترولی که اینجا میگه راهنما هست که میتونی ازش استفاده کنی و اتوماتیک میگه در واقع بولبرینگی که میخوایم به صورت واسه چهارچرخ میخوایم یا هشت چرخ سلکت بشه، من میگم واسه چهارچرخ. این قسمت بالا به شما میگه بر اساس داده‌هایی که وارد کردین از چه بولبرینگی باید واسه چهارچرخ یا هشت چرختون استفاده کنید که جواب کارتون رو میده. این واسه چهارچرخ میگم 22 222 و اگه هشت چرخ میخوای استفاده کنید 22 216 میتونید واسه مجموعه چرختون از این بولبرینگ استفاده کنید که الان ما میگه 50% بر اساس اینکه این جواب نمیده. اما قبل از اینکه این ریل رو تغییر بدین میتونین که قطر چرختون هم اگه نیاز هست تغییر بدین، بگیم مثلا چه قطر چرخی من میخوام، 250 میخوام. اگه 250 دیگه خواستین اینجا دیگه میاین و در واقع ریلتون رو تغییر بدین. الان این 60 در 40 هم واسه این حرکت جواب نمیده، 70 در 40 جواب میده و بر اساس این چرخ، این سرعت، این گروه کاری و این وزن بار مرده و زنده که واسه جره ثقیل در نظر گرفته شده، شما باید یک 4 تا چرخ 250 با ریل 70 در 40 واسهش انتخاب کنید به این صورت. قسمت بعدی موتور دیتا هست که داده های مربوط به انتخاب موتور هست که بر اساس میگه چند درصد SS مربوط به در واقع تراولینگ هست که مربوط به موتورهای طولی هست، میگه با عملکرد 40%، 25%، 15% یا هر چیزی دیگه. چون اینا اصولا روی 60 میذارن. حالا باز میگم که بر اساس شرایط کاری جلسه تغییرتون هست. این یکی دمای کاری هست که جرثقیلتون کار میکنه. خب مثلا این جرثقیل توی دمای مثلا بندرعباس که بخواد کار کنه با شمال یا تو تهران، اینا میبینی این دماها متفاوته، شما باید مثلا اینا رو تنظیم کنید چون تأثیر مهمی روی انتخاب کیلووات موتوراتون داره. ما همون 40 درجه در نظر میگیریم. ارتفاع از سطح دریا که اونجایی که جرثقیل نصب میشه، ارتفاع از سطح دریاش در واقع چقدر اینجا میتونید وارد کنید که 1000 متر، 2000 متر، 2500 متر. اینجا هم دوباره در واقع داده های موتورتون رو میتونید انتخاب کنید که مثلا اینورتر AC در واقع به شروع واچ اسپید رنجش که 3000 1500. در واقع این داده هایی که از کاتالوگ موتوراتون که میگیرین میتونید وارد کنید تا بتونه به شما کیلووات و تعداد دوری که مورد نیاز هست رو به شما بده. قسمت سمت راست گفتم بهتون که این مربوط به جزئیات نتایجتون هست. نگاه کن الان روی دایمنشن چکی میزنی دیگه میاد به صورت دیتیل تر. تو این قسمت میاد به صورت کلی بهتون نشون میده که اینا رو شما باید اوکی کنید. اما یه زمان نیاز خواستین که مثلا بدونید چیه، مثلا تو این قسمت پایین گفته که وزن گیردرتون بدون ریل اینقدر، وزن گیردرتون با ریل اینقدر، وزن ریلتون اینقدر، در صورتی که اونجا اینو بهتون نمیداد. اومان اینرسیتون و دایمنشن چکتون، کمبری که باید در نظر بگیریم واسه اینجا، مثلا اینجا میگه کمبر 23 میل واسه این حالت باید در نظر بگیریم. تا قسمت بعدی در واقع تنش‌های پلتون رو توی 12 نقطه به شما نشون میده. قسمت پایینی همون مشخصات ریل سایز تراورسینگ هست، ریل ارزیتون به شما در واقع داداش انجام نشون میده که میگه پی ماکس یا همون ویلودتون رو به شما میده به 8 نیوتن. مقدار ارزی که واسه یه ریل نیاز دارین 47 میله که اینجا هم گفته که 50% مثلا 50 تقریبا 3 میل بزرگتره، اوکی داده، گفته میتونی از این استفاده کنی. قسمت بعدی بوکینگ باکسه که دوباره مشخص کرده که اگه شما میخواین که یه ردیف بزنین با
این سایز استیفنرتون شما نیاز دارین، الان گفته شما نیاز دارین به یه دونه استیفنر حتما نیاز دارین، اما به دوتا نیاز ندارین. که گفته اگه میخواین یه دونه بزنین وای یکتون چقدر کجا باشه، وای دوتون کجا باشه، وای سهتون کجا باشه، و داده های کاملی که واسه این بخش میتونین استخراج کنین. بخش اندکریج هست که جزئیات رو به صورت کامل به شما میده. اینجا میتونین مقایسه خوبی نسبت به 4 چرخ و 8 چرخ داشته باشین. در لحظه میتونین اینا رو با هم مقایسه کنین، واسه 4 چرخ چه ویلودی میخواد، چه نمیدونم بولبورینگی میخواد، و خلاصه داده ها رو با 4 چرخ 8 میتونین اینجا مقایسه کنین. این جام که مربوط به در واقع انتخاب ویل بیستون هست که واسه گروه های کاری مختلف با استانداردها و ایزو، استاندارد FEM و ایزو اومده با مقایسه کرده که این مقدار ویل بیستون باید از اسپنتون باید از این مقدار بر اساس گروه کاری بیشتر باشه، که اینجا نشون داده واسه 8 چرخ اینه، واسه 4 چرخ اینه، و تنش هایی که در واقع اعمال میشه به کلگیتون واسه 4 چرخ و 8 چرخ میتونین اینا رو تغییر میده. مثلا واسه یه 8 چرخ این سایز پل به شدت بالاست، اصلا هنوز 16 مگاپاسکاله و شما میتونید ابعاد رو خیلی کوچیک‌تر در نظر بگیرین و این مقدار تنش رو یه خورده ببرین بالا تا نزدیک 100 بیاد و می‌بینید از در واقع متریال کمتری استفاده میکنیم. اینا مربوط به انتخاب سایز ریل 4 چرخ و 8 چرخ هست که شبیه همون مرحله قبل شما میتونین ازش استخراج کنید. قسمت بعدیش سلکشن موتور هست. سلکشن موتور اینجا بهتون گفته دیگه، من دوباره ریز جزئیات رو به صورت پارامتر که واسه ضریب مثلا واسه 40% کاری در نظر گرفته شده ضریبش اینقدره، واسه دما اینقدره، واسه KS و KRA رو اینا همینا رو میتونیم مشخص کنیم. در این بخش در واقع سلکشن موتور 4 چرختون میگه واسه بالابری باید 19 کیلووات استفاده کنین، واسه موتورهای طولیتون 8 کیلووات باید استفاده کنین. حالا دیگه تصمیم به خودتونه، این مجموع توانی که مورد نیاز میتونه، شما میتونید دو تا مثلا 4 و 2 دهم استفاده کنید. یا واسه ارزیتون میگه میتونین از 1.7 کیلووات استفاده کنید، یا میتونید دو تا مثلا تقریبا مثلا 96 کیلووات استفاده کنید. این هم واسه هر چرخه که شما انتخاب. قسمت بعدی هم دیتیل جزئیات هوکی که از شما انتخاب کردین که در نهایت با این سلکشن هوکتون میگه که شما باید یه دونه سینگل با استاندارد 15041 4T که تو بازار هستم و میتونید تهیه کنین واسه این در واقع هوک جر صغیرتون، و اینم پارامترهای جزئیات رو به شما نشون داده. خب حالا دو بخش هوم برمیگردیم. حالا میخوایم که خروجی ها رو بگیریم. مثلا خروجی 4 چرخ گرفتیم، یه بار میگیریم این رو ببین، میگه که این تگشه بیلت جزئیات رو کاملا میتونید در جا به کارفرماتون ارائه بدین. 8 چرخ خواستین همچنان همه پارامتر 70/40 50/30 قطر چرخ، بیلدینگ باکس، سرعت ها چند تن، چیز کلی اینا وزن رو اینقدر وزن کلی جر صغیرت میشه، دوتا گیردرت میشه اینقدر، دوتا کلگیت میشه اینقدر، در واقع هویستت با ترولیت مثلا میشه اینقدر، و شما میتونید از اینا استفاده کنید. میخوایم یه گزارش هم بگیریم، یه گزارش 4 چرخ بگیریم، ببینید دوباره یه گزارش به شما میده به این صورت. ببینید اومده جزئی کاملا واسه شما مشخص کرده، ورودی داده ها، خروجیاتون شما از این نوع حالت استفاده کردین در نهایت، و اینجا حالت 4 چرخ رو پارامتر ورودیش رو به شما میده.
و الی یه گزارش تو عرض 1 دقیقه هم نشد، گزارشی که شما خواستین قشنگ زدیم. و حالا یه دونه هم هر چرخ میگیریم، اینم از بالا قشنگ میاد، در واقع هر چرخ رو نشون داده میشه که چه چرخی با چه ریلی با چه سایزی، همه اینا به صورت کاملا اتوماتیک و فرمول نویسی قشنگ اینا رو به شما میده. ببینید وزنا رو این پایین به شما میده، در واقع تواناتون میتونید به کارفرما ارائه بدین، یا ویلود هایی که میخواین. یه جایی نیاز هست که شما فقط کارفرما شما ویلود میخواد. ببین این میگه که این تگشه، این ویلود برای 4 چرخه به این صورت که میگه 20 تن بود که وزن بار مردد اینقدره، وزن تولید، ظرفیتت و 4 چرخ است. اینجا به شما در واقع ویلودها واسه یه وارد بر 4 تا چرختون و مقدار بار جانبی که به چرخ وارد میشه به شما میده، یا یه دونه هر چرخ به این صورت به شما داده. یا یه زمانی خواستیم که گفتم که مثلا شما از اند کریج باکس نمیخواد، باکس بلدینگ نمیخواین، شما میخواین از پروفیل استفاده کنید. اینو پایین رو که بزنین دوباره یه گزارش به شما میده که این پایین دیگه اومده باکس نیست، اومده از پروفیل رو به شما داده هاشو داده به این صورت. و این هم مثل هر چرخه و این هم گزارش هایی که به شما میده. برای مثلا شما الان روی ایزو گذاشتی اینجا، اگر روی CMYK بذاری برین توی بخش جنرال، ببینی اینا رو که وارد کنی از یک امینا دیگه تغییر پیدا کرد. ببین شد کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس C. دوباره همین رو بیاین انتخاب کنیم و مثلا FEM انتخاب کنیم، برگردیم، اینا تغییر میکنه، میشه 1 AM، 2M، 3M، 4M، 5M. همین جوری شما با انتخاب استانداردتون میتونید در واقع محاسباتتون رو تعیین کنین و خروجی رو خروجی بگیرین. خب در بخش بعدی نرم افزار میخوایم به سراغ جلسات بعد به سراغ آموزش نرم افزار تکپل، جیپ کرین، 4 نوع در واقع گنتری داریم، اونها رو بهتون آموزش میدیم. طراحی تقریبا من بهتون بدم این سایت کمرخانی داد اینفو برین. خب مثل زبان فارسی انتخاب میکنین، میتونین یه سر به سایت ما بزنین که در واقع اینجا همه این نرم افزار با جزئیات هست. مثل ما همین نرم افزار دوکلو که بزنی نوشتیم که ویژگی‌های نرم افزار، در واقع عکساشون هست، به زودی اینجا در واقع دمو اضافه میشه، اینا راههای ارتباطی ما هست. و واسه مثلا نرم افزار بازوییمون دوباره داده هاش هست، ببینیم. برای مثال به مثلا نرم افزار یک نوع گنتری شیپبیلدینگ که به درخواست در واقع مشتری خوبمون اینا محاسبه شده، طراحی شده و بهشون تحویل داده. شما هر نوع نرم افزاری که توی بازار باشه واسه اینا
به زودی مثلا اینجا واسه نرم افزار بالاور مدل M1. حالا ما واسه بالاورهای مختلف میخوایم این محاسبات هم اضافه میکنیم، احتمالاتی تا پایان سال 2025 ما اینا همشون در واقع به سایت اضافه میشه. اینجا محیط نرم افزار هست، ببینید و دیگه اینو گنتری دو پورت بهتون نشون بدم. با جزئیات همه اینا رو به شما. هر نوع نیازی که در زمینه طراحی، محاسبه، تحلیل، شبیه سازی داشته باشید میتونید با راههای ارتباطی که در سایت گنجانده شده ارتباط میگیرید، بخش ارتباط با ما، و میتونید اینجا درخواست خودتون ثبت کنین و در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ داده میشه. موفق باشید. خداحافظ.